رو پرتاب کنه. من هنوز سپاهانی‌ها رو موفق نشدم که خدمتتون معرفی کنم. پرتاب بلند از زکی پور، ضربه سر، موقعیت برای کاوه رضایی، ضربه پای چپش خطرناک به بیرون میره بعد از برخورد به بازیکن‌های پرسپولیس. مراقب بازیکن‌های سپاهان هستن. یه ارسال بلند دیگه روی دروازه، موقعیت و ضربه هادی محمدی بود که به بیرون میره. موقعیت عالی که برای سپاهان از دست رفت. سمت چپ زکی پور صاحب توپه، جا میذاره خداوند رو. زکی پور یه ارسال بلند این سمت، آریا یوسفی به توپ میرسه، سرزم ارسال میکنه، موقعیت برای عسکری، تیر دروازه. چه توپی از دست رفت برای سپاهانیا. برمیگردونن دوباره موقعیت برای سپاهان و خداوندلو. خوب از بازیکن پرسپولیس سمت راست، فضا باز شد، یه پاس رو به جلو، موقعیت برای پرسپولیس. امید عالیشاه، آفساید هم نیست، یه ارسال، موقعیت هست، پاس کاتبک رو به بیرون. حالا پرچم زده میشه، همون تأخیری که ملاحظه میکنید. احسان پشت توپ، یه ارسال بلند روی دروازه، یه ضربه سر از دانشگر، موقعیت برای سپاهان. اینجا برمیگردونن، کماکان فرصت هست برای هادی محمدی و توپی که به بیرون زده میشه. داور اشاره سمت راست، خداوندلو، یه پاس برای باکیچ، موقعیت هست برای پرسپولیس. باکیچ ارسال روی دروازه، فرصت برای کاظمیان، ضربه سر، موقعیت برای پرسپولیس. برمیگردونه هادی محمدی و ضربه بی هدف فرشاد احمدزاده که تو اختلاف زیادی به بیرون رفت. فرصت مناسبی بود برای پرسپولیس. عسکری، یوسفی، یه ارسال بلند روی دروازه و چه توپی رو باز از دست دادن بازیکنای سپاهان. آه و حسرت برای هواداره سپاهان در ورزشگاه. خوش شانس بودن پرسپولیسیا که دو تا بازیکن سپاهان در مقابل دروازه پیام نیازمند اینجوری توپو به بیرون فرستادن. دیگه چی میخواد جواد آقای پور؟ پرسپولیس 1، سپاهان 0. از این زاویه دلنشین ببینید، کاوه رضایی دق و دلیش سر تور دروازه خالی کرد، اما ارسال آقای پور. یه پاس حاج صفی، احسان حاج صفی، یه پاس عالی، موقعیت برای رضاوند. چه توپی رو از دست داد آرش رضاوند، چه پاسی داد احسان حاج صفی. حالا ضد حمله علی پور تک به تک، علی پور و دروازه و گل برای پرسپولیس. این طرف سپاهانیان نزدن تا اون طرف اینجوری جریمه بشن. فوتبال همینه، نزنی میخوری. چقدر جذاب شد تو عرض چند ثانیه، همه چی برگشت. حسرت آریا یوسفی، پاسش خوب نبود. اینجا صحرایی اشتباه میکنه، سهیل صحرایی بد جا این اشتباه رو انجام داد. پاس رو به عقب، موقعیت برای عسکری و این توپ هم از دست رفت. میتونستن عین کاری که پرسپولیس انجام داد نیمه اول و جریمه کرد سپاهان رو، اینجا سپاهان انجام بده و جریمه کنه پرسپولیس رو، اما این کار رو نتونستن انجام بدن. بغل پای عسکری، توپ داور پرچم زد. حاج صفی درگیر با کنعانی، دو تا بازیکنی که سابقه ملی دارن. تیم ملی با هم همبازی بودن. خود ایوان سانچز ضربش رو میزنه به سمت دروازه. آه حسرت هوادارای سپاهان از شلیک
ایوان سانچز. اصل نقل و انتقالات، یه حرکت از زکیپور در محوطه جریمه میلاده. زکیپور انفرادی کار میکنه، امید نورافکن روی زمین میفته. داور هیچ اعتقادی نداره به پنالتی، قطعا هم وی آر خواهد رفت. خداوندلو بیفوما یه پاس عمقی، حرکت از استون اورونوف. یه بار دیگه رضا شکاری، موقعیت برای پرسپولیس. شکاری و تکل عالی از آریا یوسفی. بازی رو متوقف میکنه. ببینید چی شد، چرا بازی متوقف شد. اگه قراره بره وی آر چرا بازی متوقف شد. بازی رو باز میکنه، 3 در مقابل 1. چقدر خطرناک. اورونوف بیفوما، موقع برای پرسپولیس. میلاد محمدی چجوری از روی شکم سیری این توپ را از دست دادن با سری خونین، در حالی که همه ناامید شده بودن در اردوگاه سپاهان. حالا این موقعیت ببینیم. نورافکن روی پای راست، یه ارسال، موقعیت، برمیگردونه پیام. سیو محشر پیام نیازمند نگه میداره پرسپولیس را. در این مسابقه آفساید یا نه؟ ببینیم اورونوف، دانشگر کامل گرفت اورونوف رو. اگه آفساید نبوده باشه که اخراج داشت حتما. چرا این مسابقه اینجوریه؟ 1 دقیقه انقدر بالا و هیجان انگیز، 10 دقیقه 20 دقیقه کامل خوابیده. اخراج محمد دانشگر. ببینید سوت پایان، برتری 1-0 پرسپولیس در ال کلاسیکو 91 در نقش جهان و